بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آن جوانانی که به شما حکایت کردیم حنظله بود و دیگرش سعد هست. جوان بودند، از خاندان بنی سلیم بودند. میگه قدش بسیار کوتاه بود و رنگش سیاه بود و شکلش بسیار شکلی ناخوب بود، صورتی خوب نداشت، یعنی بی‌زیب بود بگیم با یک لفظ عادی امروزه ما و شما. نزد رسول اکرم آمد گویا یا رسول الله، آیا همین سیاه پوستی من، آیا همین بدرویی من، آیا همین قد کوتاهی من سبب می شود که من جنت داخل نشوم؟ رسول الله گفتند نه. گفتند ای سعد، گفتند در اسلام ما ملت، در اسلام ما صورت، در اسلام ما شکل هیچ اهمیت ندارد. اگر دل تو سرشار ایمان باشد و تو از شرک خالی باشی، البته وارد جنت میشوی. سعد چی گفتند؟ ای پیغمبر خدا، مادامی که صورت و قد و قد اینا در اسلام هیچ اهمیت نداشته باشند، چرا که امت اسلام بر من کسی دختر نمیدهد؟ هر خانه‌ای که داخل میشوم از شکل بیزیبی من، آنها چکار میکنن؟ نفرت میکنن، دختری خودشان در نکاح من نمیدارند. رسول اکرم گفتند ای سعد، از جای خود خیز، خانه عمر ابن وهب میروی، دختری دارد میگویی که من دختری تو را در نکاح همین سعد در آوردم و اون دختر را به خانه خود بیار. وقتی میگه سعد خانه عمر ابن وهب رفت، در را تق تق کرد. عمر ابن وهب از خانه بیرون شد. سعد را دید. سعد گفت ای عمر، گفت پیغمبر خدا مرا خانه تو روان کرد با امیدی که دختری تو را در نکاح من در آورد. عمر چی گفت؟ عمر گفت ای سعد، گفت من نمیخواهم که دختری من در نکاح تو باشد. من نمیخواهم، زیرا دختری من زیبا است، زیرا دختری من باکره است، شوهر نکرده است. من نمیخواهم که در نکاح تو باشد. حضرت سعد پشیمان شدند، پس گشتند. یگانه جایی که اونها راضی دل میکردن مسجد بود، خواست با مسجد بیاید. امروز بسیاری پدرها مثل همین عمر ابن وهب هست. امروز ما و شما جدا میکنیم در کجا یک بچه پولدار است، در کجا یک بچه‌ای که صورتی خوب دارد، یا در کجا یک دختری که دختری فلان با دولت است. امروز ما و شما جدا میکنیم، لکن خطا میکنیم. لکن ما و شما خطا میکنیم. به دولت مناز، به مهنت ملاز، که این هر دو را زود از زوال. همین از رسم سرای دروشت، گه پشتی زین و گه زین به پشت. این دولت داری و این زیب و صورت همه این موقتی است، اینا ابدی نیستند. رسول اکرم چی میگوید؟ این امرأة تنکح لدینها و مالها و جمالها فعلیک بذات دین تربت یداک. ای امت من میدانم که شما زن را از سه چیز اختیار میکنید. یکی جمالش نگاه میکنید، یکی مالداریش نگاه میکنید، یکی دینداریش نگاه میکنید. لکن بر شما میگم جمال و پول او اهمیت ندارد. فعلیک بذات دین، دیندارش جدا کنید، دست شما بالا میشود. شما دیندارش بگیرید. مالدارش به خودش ناز دارد، صورتدارش به خودش ناز دارد. حضرت سعد گشتند. دختر که دختر مسلمان بود، دختر که در اطاعت خدا و پیغمبر بود، به اجازت پدر میگه دروازه را گشادند. گفتند ای سعد نزد من بیا. گفتم آیا پیغمبر خدا گفت مرا اختیار تو داد؟ گفت بله. گفت الحال نکاح کرد، تو را در اختیار من در آورد. گفت جان من فدای پیغمبر باد، اگرچه پدر من راضی نیست، اگرچه مادر من راضی نیست، خدای من محمد راضی باشد برای من کفایت میکند. حضرت سعد خرسند شدند و این دختر به سوی پدر گشت. پدر گفت پیش از آن که یگان آیت وعید در حق تو نیاید، زیرا که تو سخن پیغمبر را رد کردی، رفته از پیغمبر طلب استغفار کن. پدر میگه دوان به نزد رسول اکرم آمد. در زمانی آمد که سعد حال واقعه را بر این پیغمبر خدا علیه گفتگی بود. رسول الله با مجرد دید امر را گفت ای امر، گفت سخن مرا گفت پایمال کردی.
سخن مرا گفت قبول نکردی؟ گفت بله پیغمبری خدا، لکن پشیمان شدم. از خدا گفت طلب مغفرت کن، دیگر باره این عمل از من تکرار نمی شود. رسول الله در حال میگه دعا کردن در حق این عمر ابن وهب و به سوی سعد گفت رفته از بازار گفت مهر تا بخر، مهر این دختر را بخر، خلینگ این دختر را بخر. سعد حضرت که سرشار ایمان بود میگه وجودش و محب پیغمبر بود، وقتی میگه داخل بازار شد با آواز به گوشش رسید که تمام کسانی که صاحب اسب هستند بر اسب ها سوار شوند و از پی پیغمبر خدا روان شوند که پیغمبر به جنگ احد می رود. سعد این سخن شنید، با امید خریدن مهر آمده بود، لیکن سومی که داشت چی خرید؟ یک نیزه خرید، یک شمشیر خرید، یک اسب خرید. بالای اسب میگه سوار شد، شمشیر را در کمر خدا ویزان کرد، نیزه را در دست گرفت و به میدان جنگ از پس پیغمبر رفت. وقتی میگه در میدان جنگ رسول اکرم سعد دید، روپرو شد، گفت هل انت سعد؟ تو همون سعد نیستی که امروز توی داشتی تو؟ حضرت سعد چی گفتم؟ بله گفتم پیغمبری خدا، دل من طاقت نکرد شما در میدان جنگ آلوده گرد و خاک و سعد در پهلوی زنش باشد، این برای من پسند نآمد. و در محاربه میگه حضرت سعد میگه به ناگاه از دست مشرکان میگه به زمین افتاد. خبر آمد که یا رسول الله سعد در حالت نزع جان است. رسول اکرم آمد میگه سر مبارک این سعد بالای زانوش گذرانید و کلمه های شهادت و کلمه های طیبه را میگه بر زبان این سعد میگه تلقین میکرد و حضرت میگه جان به حق تسلیم کردن. رسول اکرم میگه این نیزه و این شمشیر و این اسب از دست سعد گرفتن و گفتن این را برده در دست دختری وهب بتین و بر پدری وهب خبر بتین که امروز خداوند بر سعد از دختری وهب دیده بهترین و زیباترینش نصیبش گردانید.